سلام. سلام. روز و شبتون بخیر. اینجا که الان صبح، ما الان اومدیم صبحونه خوردیم. آره دیگه، صبح از چشمامون شاید معلوم بشه و از صدامون. میخواستیم بریم یه جایی، البته جاشو رسیدم بهتون میگم که کجاست. همراه به جان بگو. گفتیم که داریم میریم، چرا شما رو با خودمون نبریم؟ آره بهتره که شما بیاین. البته ناگفته نمونه که الان وقت تخفیفای بلک فرایدیه، به خاطر همین ما داریم میریم. قصدمون حتما خیلی چیزای بزرگ خریدن نیست، فقط میخوایم یه دور بزنیم و یه تور بزنیم. همین. به شما نشون بدیم. به شما هم نشون بدیم دیگه تا برسیم اونجا. و اینکه ما دیگه تنها نیستیم، مسافر کوچولومونم اون پشت. مسافر کوچولوم پشت. اگه بتونم نشونش بدم. خوابه مثل همیشه. ماشین خیلی حال میده به بچه‌ها. خواب. اینجا یه چند دقیقه هستیم دیگه، تقریبا وسط راه. آره یه پوز بگیریم، یه کافی بخوریم، شیر بخوره جان و بعد دوباره راه بیفتیم. آره. جان کوچولو هم بیدار شده. تو ماما، قلب ماما بیدار شده. من شیرشو میدم، بعد اینم از اینجا یکم بیارمش بیرون، بعد دوباره ادامه بدیم. هوا هم امروز خوبه، بد نیست، بارونی نیست. یعنی منظورم از خوب این نیستش که آفتابی باشه، ولی همین که بارون نیست برای ما خوب حساب میشه. جانم در حال شیر خوردنه. البته من یه ویدیو کوتاه گذاشته بودم که اونجا رو معرفی کرده بودم. اگر دوست داشتین ویدیو رو میتونیم بریم ببینیم. حالا امروز یکم واضح‌تر و بیشتر نشون میدیم اونجا رو براتون، و اگرم واقعا تخفیفای خوبی باشه اونم نشون میدیم که آیا واقعیته یا نه. اوتلت دیگه، اوتلت یعنی اکسترا. یعنی جنسایی رو که مثلا تو مغازه ها فروخته نمیشه بعد میارن تخفیف میدن و به اوتلت میفروشن، تو اونجا میارن، به خاطر همون بهش میگن اوتلت و روش تخفیف های اکسترا زدن. خوبه از شانس ما هوا تا اینجا رسیدیم که گفتم حالا ابریه ولی دوباره آفتاب اومد و آفتابی باشه بهتره. اینم همین با جانه، اینم ورودی اینجا همونجوری که بهتون گفتم. دیزاین سال نویی هم به خودش گرفته، چون سال نو نزدیکه و اینم درخت کریسمس. درخت خیلی قشنگی.
ببینین اینجا قیمت اصلی 170 تاست. نشون بدم قیمت اصلی 170 تاست، با قیمت اینجا اوتلتش 125 یورو شده. یعنی قبلش خودش یه تخفیف داره اینجا خودش. به علاوه امروز که بلک فرایدی یا وقتایی که سولد هست، مثلا اکسترا 30% یا 50% هم تخفیف هم میخوره. یعنی اینطوریه شرایط اینجا. برای همین خیلی خوبه وقتی تخفیفای 50% میخوره، خیلی قیمتاش مناسب میفته. مارکای خوب البته منظورمونه. جان ما هم خدا رو شکر خوابیده، شیرش هم خورد باز دوباره خوابید، برای همین خیلی اذیت نمیکنه خدا رو شکر. همونطوری که گفتیم اینجا مارکای هم بالا داره، گرون، خوب، و هم مارکای مثلا معمولی و یکم اسپورتی و اینا. و توی تقریبا هر رنج قیمتی که بخواین اینجا میتونید چیزی رو پیدا کنید. یعنی حتما اینجوری نیست که همه چی خیلی قیمتاش بالا و خیلی سرسام آور، سنگین و گرون باشه. قیمتای نرمال هم داره. منم با جانم که مثل همیشه خوابه. بخوره خواب و تمام. من که چیزی لازم ندارم، ولی برای رضا ما دنبال کاپشن. کاپشن میخوام بگیرم، ولی این کاپشن‌های خیلی پف که هستن اینا رو دوست ندارم. و خیلی هم چند تا مغازه رو رفتم میبینم که کلا مد شده الان. آره. ولی خب ببینم اگه پیدا کنم. حالا میگردیم. تازه اومدیم دیگه. تازه اومدیم. خب الان از قیمت 130 تا شده 85 تا، به علاوه 30% هم دوباره بهش تخفیف اضافی میخوره. یعنی اینجا مثلا یه مثال خوب داده، مثلا 129 شده 87، بعدش هم 30% به خاطر بلک فرایدی 60 تا. به نظر من قیمتش خیلی خوبه. 130 تا 60 تا خوبه. آره، حیف که کفش زیاد داریم تو خونه. الان جا هم نداریم که بخوایم استوک کنیم. اینم یه نمونه زمینش از 150 تا تقریبا 70 یورو. تنبلن به خاطر چرم بودنش خیلی معروفه دیگه. چرمای خوبی برای چرمای کفشاش خوبی داره. ما الان صفیم. بعضی مغازه هم صفهای خیلی طولانی داره چون که تخفیف‌های خوبی داره. الان اومدیم مغازه نایک هم صفش اینجوری. ولی خب یه چیز خیلی خوب، خدا رو شکر که این آفتاب رو بالاخره دیدیم بعد از چقدر وقت؟ خیلی وقته. خیلی وقته آره. آفتاب نیستش. والا ما از این سوپلمنت میشه چی؟ مکملای ویتامین دی استفاده میکنیم، به خاطر آفتاب نیست. اصلا اینجا آفتاب دیگه یه وقتی میاد دیگه من خودم رو خیلی جلوی آفتاب میدم، میگم بذار یکم ویتامین دی بگیریم. البته از جمعه بعد از ظهر دیگه شلوغ میشه. اینجا. و فقط اینجا اینجوری نیستش که بگیم فقط هلندیا میان. اینجا از همه اروپا میان، خصوصا از بلژیک و از آلمان. دقیقاً از بلژیک خیلی زیاد میان. از آلمان. از پلاک هم ما میبینیم. حتی وقتی تو بلنگو هم صدا میکنن آلمانی هم میگن مثلا، چون آلمان زیاد میان آدم ها.
جانم سلام داره خدمتتون. گرم گرم، نرم نرم. آقا ما میخوایم یه چیزی بگیم، یه اعترافی بکنیم. تا اینجا که هیچ کدوم از این تبلیغات درست نبود. یعنی ما توی تیک تاک هم زیاد دیدیم 70%. تو تیک تاک دیدیم مثلا فکر کنم این اینفلوئنسرها و اونایی که میان اینجا یه چیزایی رو نشون میدن، میگن اینجوری نشون بدین که مردم بشتابن بیان. ولی من الان تو تیک تاک یه پسری رو دیدم از همین مغازه نایک 70% یه چیز خرید، ولی الان میبینم هیچ چیزی 70% نیست. مثلا 50 هم وجود نداره. حتی 50 هم نیست، همون 30%. ماکسیموم 30%. یعنی به چیزایی که میبینین باور نکنید. 60 euro, you get 30% off. Even if they are full, you get 30% off, 30% off, 30%. Ah, okay. Okay, but the 70% was the first week of... It's like 1 month already. Oh, yeah, 1 month. Okay. Okay, thanks. الان ازش پرسیدم، گفتم چون من تو تیک تاک دیدم که تخفیف 70% اینا، گفتش آره داشتیم خیلی وقت پیش. ولی خب اون نوشته بود که این تخفیف تو بلک فرایدی است. حالا یا این درست نمیگه یا اون درست نمیگه، یک جای کار میلنگه دیگه. حالا به هر حال اوکی، حالا بریم بقیه مغازه رو. یکی از قشنگترین قسمت‌های مغازه‌ها قسمت بچه‌هاست، مخصوصاً بچه‌های دختر. خیلی تنوعشون بالا و خوشگله. Ja, dat is goed. Nog geen. ما بعد از کلی گشتن بالاخره پیدا کردیم. پیدا کردیم که همون چیزی که میخوام. مثلا همین گرفتیم. رنگ سیاه داشت این، ولی این رنگش رو پسندیدیم و مارک مورد علاقت. آره مارک مورد علاقه. یه چند مدتی هم تو اینجا با این شرکت کار میکردم. سوپر، خیلی قشنگه به نظرم. جنسش عالیه. ما حتی مغازه خیلی خوبی هم رفتیم. آره ولی من جنس نپسندیدم. خیلی خوبی رو ندیدیم اونجاها. جنسش هم خوبه، ولی دیگه اینکه تنخورش خوبه، ولی تنخورش عالیه به نظرم. خیلی پف نیست. من خیلی پف دوست ندارم. خیلی هم نازک نیست. برای زمستون دیگه خوبه. مبارک. خب اینم ویدیوی ما. نخواستیم زیاد طولانی بشه، یکم بهتون نشون دادیم این ور اون ور رو. منم کلاه پوشیدم، یکم هوا سرد شد دیگه، هوا تاریک شد دیگه، کم کم میریم طرف خونه. فقط قصدمون این بود که فقط یه دوری بزنیم و شما رو هم نشون بدیم که اینجا رو که ویدیو شارتشو گذاشته بودیم چه جوریه. امیدواریم که دوست داشته باشین. لایک و کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنین. حمایت کنیم ما رو تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدار. خداحافظ. این هم یه خداحافظی از طرف جان. داره میخنده.